با نشر خبری آغاز دعوت تیرماهی دوباره بحث ابله و دعوت جوانان به زور به ارتش آغاز شد. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز 27 اوگوست فرمانی دعوت جوانانی از 18 تا 27 ساله را به خدمت در ارتش امضا کرد. این معرکه سالهاست که بحث‌های را به میان می‌آورد. ساکنان از زورآوری‌ها و سربازشکاری‌ها ابله و شکایت می‌کنند. مقامات میگویند جوانان به کمیسریت‌های حربی نمی‌آیند و برای فرار از خدمت به روسیه سفر می‌کنند. همکارم مولا رجب یوسفی موضوع را پیگیری کرده است و حالا در استودیو با ماست. مولا رجب، در شیوه دعوت به ارتش امسال تغییر مشاهده شد؟ سلام بینندگان عزیز، سلام مؤمن. در 2 سال اخیر شیوه دعوت یک اندازه تغییر کرده است، ولی به گفته ساکنان این تغییر نه کاملا قانونمند شدنی روند است. 2 سال پیش در معرکه دعوت نوارهای زیادی از بازداشت جوانان در کوچه و خیابان یا منزل‌های زیستشان و لطوکوبی آنها نشر می‌شد. هنوز هم این حالت‌ها از بین نرفته است، ولی یک اندازه کمتر به نظر می‌رسد. مقامات حالا فشار بالای بزرگسالان در جامعه از جمله والدان جوانان را افزایش دادند. ما گزارش داشتیم که مقامات به ساکنان دهات گوناگون شرط گذاشته بودند که اگر از دهه آنها چند جوان به ارتش نرود، با آنها برق نمی‌دهند و در این مسجدهایشان را بسته باز نمی‌کنند. شکایت‌های هم زیادند که والدان جوانان را بازداشت و از آنها طلب می‌کنند فرزندانشان را از مهاجرت بازخوانند و به ارتش فرستند. شکایت‌های هم بودند که فرزندان مهاجران یگانه نانآور خانواده هستند و 2 سال به ارتش رفتن آنها زندگی یک عائله را به هم می‌زند. خدمت حربی برای جوانان حتمی است، ولی ساکنان می‌گویند این وظیفه بیشتر در دوش فرزندان مردم کمبغل است. مولا رجب، چرا با گذشت سالها و تنقیدهای زیاد وضع اصلاح نمی شود و هنوز صف جوانانی که اختیاری به ارتش روند کافی نیست؟ پس از تغییر قانون که به خدمت در ارتش جوانان را در ساختارهای قدرتی و نظامی و عدلیه به کار نمیگیرند، یک اندازه به گفته مقامات صف اختیاریان بیشتر شده است. در میانشان فرزندان منصبداران نیز هستند که پس از ختم دانشگاه 1 سال برای خدمت به ارتش میروند. ظاهرا تلاش‌های از جانب مقامات برای اصلاح وضع شد، ولی چنان می‌بینیم نتیجه های زیادی ندادند. از جمله با قبول قانونی ادای خدمت حربی در هیئت ذخیره‌های دولتی سفربری به افرادی که امکان دارند نزدیک 30,000 سامانه سپارند حق دادند که 1 ماه در ارتش خدمت کنند. شکایت‌های هم زیاد است که نه همه به این امکانیت دسترسی دارند. بسیاری‌ها سبب اساسی سرپیچی جوانان از خدمت در ارتش را در وضع ناخوبی آن گاه مجروح یا کشته شدن سربازان بستگی می‌دهند. هرچند سبب هلاکت، بیماری یا خودکشی نامیده می شود، آدمان کم به این باور می کنند و اگر چنین حادثه ها از بین روند، صف اختیاریان خواهد افزود. تشکر. همکارم مولا رجب یوسفی درباره آغاز موسم تیرماهی، دعوت به صف نیروهای مسلح تاجیکستان و مشکلات همراه با آن صحبت می کرد.